به نام خدا. سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. امروز ما کار میکنیم چطوری رمز وای فای را از طریق کامپیوتر پیدا کنیم. ما البته رمز وای فای را پیدا میکنیم که کامپیوتر ما یک بار دو وصل شده باشه. برای این کار میریم CMD را باز میکنیم. در CMD net sh WLAN شو پروفایلز نوشته میکنیم، بعدش انتر میزنیم. اینجا برای ما تمام وای فای هایی که ما از طریق کامپیوتر خود به او وصل شدیم برای ما لیست میکنیم. دوباره ما اینمی کد را نوشته میکنیم، net sh WLAN شو پروفایلز یک فاصله میزنیم داخل دبل کوتیشن. نامی همو وای فای را که میخوایم رمزش پیدا کنیم کپی میگیرین. در قسمت ما میخوایم این را مثلا پیدا کنیم، شما همو اسمش کپی میگیرین داخل از پیست میکنین، کوتیشن بسته، بعدش نوشته میکنین کی مساوی با کلیر. به قسمتی که کانتنت برای ما همو رمز برای ما میاره. تشکر از اینکه ویدیو ما را تماشا کردین. لطفا چینل ما را سابسکرایب کنید.